قوت و نیروی تن از ورزش است. از این رو به هر یک شما توصیه می‌دهیم که پیوسته با ورزش مشغول شوید تا همیشه سالم و بردم باشید. سلام دودار و خوراکان عزیز. حالا بازی شاهکار تلویزیونی و فنی رو با اشتراک همسالانتان از کودکستان رقم 112 ناحیه سینه پایتخت طریق شبکه باوریستان برایتان پیشکش می‌نماییم. پذیرا باشید. چطور که می‌بینید شروع مسابقه امروز با دو گروه جدا شده در میدان صف کشیدن و با خود نام‌های زیبایی دلشاد و زلفیه رو گرفتند. خب فرصتتون را است که سلام پایین دسته رو شنویم. نخست سلام دسته زلفیه صدا می‌دهد. مرحمت. از دسته زلفیه به دسته دلشاد سلام. اکنون سلام دسته دلشاد صدا می‌دهد. مرحمت. از دسته دلشاد به دسته زلفیه سلام. دوستان عزیز، همین طریق سلام پایین دسته رو شنیدیم. حالا باشم من از دسته خواهش می‌کنم که به جای خود گذارم و با مسابقه جدی آماده شوم. من باشم تا این مدت شما رو با حکمان مسابقه و دوار میدان شناس می‌کنم. به هر دسته من برور می‌خواهم. حکمان مسابقه امروز اینهایند: مدیر کودکستان اعلاچی معارف جمهوری تاجیکستان انزورات حکیمова و مربیه جمیله روزیeva. داور در میدان امریدین نازیمов. اینک با ساده شکل داور شرطی نخستین مسابقه ما آغاز یافت. ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده میشود. در این شرط در دست شوکچون چرخک‌ها با میدان برآمده از بین مانی‌ها میگذرند تا آخر میدان و باز به مرا برمیگردند. با دقت تماشا کنید دست‌ها برابر حرکت کرده استادند. اینک برترین نصیب دسته زلفیه شد. خاطر است میکنم که دسته زلفیه با لباس‌های زرد و دسته دلشاد باشد با لباس‌های سفید در میدان بین هم باز می‌دارند. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. بازی باجش و خروش ادامه دارد. ببینید که مخلصان دسته را چگونه پذیرایی نموده استادند. البته پذیرایی نمودن مخلصان و دسته ها خوب و نیرو میبخشد. اینک پسران آخرین دسته ها به میدان برآمدند. پس از چند لحظه نوبت دخترکانی دسته ها فرا میرسد. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. دخترانی در این شهر خیلی چست و چالاک هستند و ببینید که برترین نصیب دسته دلشاد شد. اینک دسته ها باز برابر شدند. ببینید تغییرات زود به عمل میآیند و شما رو میباید که با دقت تماشا کنید و به طور خوب دسته ها به‌گذاری نمایید. ادامه بازی رو میبینیم. برتری باز نصیب دسته زلفیه گشت. ایشون نوبتی رو میبینیم. اینک دخترکان نوبتی دسته ها به میدان برآمدند. پس از چند لحظه دخترکان آخرین دسته ها به میدان میبارند و پس از چند لحظه دیگر غالب این شهر معین میگردد. ادامه دارد بازی. در این شهر دسته زلفیه غالب آمد. آفرین به دسته زلفیه. اینا شرط نوبتی بینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این شرط شوشیون عملهای گیمناستی را نشان میدهند. آنها به نوبت به میدان برآمده از داخل حلقه‌های گیمناستی کلون میگذرند. بالای مت گیمناستی غیر زده از داخل حلقه‌های گیمناستی نسبتا خرد این طور گذشته تا آخر میدان میآیند و هنگام بازگشت باز همین عملها را اجرا نموده به مرا برمیگردند. با دقت تماشا کنید. بازی بازش و خروش ادامه دارد. اینک این زمان برتر نصیب دسته دلشاد است و در اینجا ورزشکاران دسته زلفیه نیز کوشش کرده استادند که دستهشان رو به پیش کشند ولی ورزشکاران دسته دلشاد برتری از دست دادنی نیستند. پس معلوم می شود که آنها عزم غلبه کردن دارند. ادامه بازی رو می‌بینیم. پس از چند لحظه پسرکان آخرین دسته ها به میدان میبرند. پس از چند لحظه دیگر نوبت دخترکان فرا میرسد. با دقت تماشا کنید. در اینجا ورزشکاری دسته زلفیه به خطاگی راه داد و البته این خطاگی از مد نظر حکمان برنامه دور نمیمانند. اینک دخترکان الکی وارد میدان شدند و بیاید مهارت گیمناستی دختران را در اجرای این شرط مسابقه میبینیم. با دقت تماشا کنید. ادامه دارد بازی. اینک دسته ها برابر شدند. در اینجا ورزشکارانی دسته دلشاد برتری رو از دست دادند و ببینید دوستان عزیز دسته زلفیه به پیش برآمد. احسن به ورزشکارانی دسته زلفیه. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید.
بازی با جوش و خروش ادامه دارد. جوکچه نوبتی در اینجا ورزشگری دسته دلشاد کوشش کرده ایستاده است که دستش رو به پیش کشد، ولی ورزشگر دسته زلفیا برتری رو از دست دادنی نیستند. ادامه بازی رو میبینیم. دخترکان نوبتی دسته ها به میدان برآمدند. پس از چند لحظه دخترکان آخرین دسته ها وارد میدان میگردند و پس از چند لحظه دیگر غالب این شرط مسابقه نیز معین می شود. خاطر میکنم که برتری همون نصیبی دسته زلفیا بود. اینک در اینجا ورزشگران دسته زلفیا برتری رو از دست دادند و ببینید دوستان عزیز دسته ها برابر شدند. دسته ها برابر هستند و در این شهر هر دو دسته برابر به مرا رسیده هستند با هر دو دسته. اینک شرط نوبتی ببینید که این شرط خیلی شوق‌آور است. در این شرط اشتراکچیان توپی کلان رو گلونده تا آخر میدان و باز به مرا برمیگردند. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز دست‌ها برابر حرکت کرده ایستادند و در اینجا ورزشگران دسته دلشاد و پیش بر اومدند. ادامه دارد بازی اشتراکچی نوبتی رو می‌بینیم. برتری نصیب دسته دلشاد است و تغییرات‌های نوبتی انتظار میشه. می‌بینید که تغییرات‌ها زود به عمل می‌آیند و شما رو می‌باید که با دقت تماشا کنید و به طور خوب به دسته ها واگذاری نمایید. ادامه بازی رو می‌بینیم. در اینجا ورزشگری دسته دلشاد به خطاگیر راه داد و برتری نصیب دسته زلفیا شد. بازی ادامه دارد. در اینجا ورزشگری نوبتی دسته دلشاد دستش رو به پیش کشید و اینک دسته ها باز برابر شدند. اینک پس از چند لحظه پسران آخرین دسته ها به میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر دخترکان وارد میدان میشوند. ادامه دارد بازی با دقت تماشا کنید. اینک مهارت دختران رو در اجرای شرطی مسابقه میبینیم. ادامه دارد بازی با دقت تماشا کنید. اشتراکچی نوبتی رو میبینیم. بازی ادامه دارد. با دقت باشید دوستان عزیز برتری نصیب دسته زلفیا است. اشتراکچی نوبتی رو میبینیم. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اشتراکچی نوبتی رو میبینیم. اینک از دسته زلفیا دختره که آخرین به میدان برآمد این معنی اون رو دارد که برتری نصیب دسته زلفیا است و در این شرط دسته زلفیا غالب آمد. آفرین به دسته زلفیا. خسته نباشید دوستان عزیز. این بازی شاهکار تلویزیونی آفرین است که از تالار کودکستانی رقم 112 پایتخت طریق شبکه باوریسان منظور شما می‌گردد. همین طریق علاقه سه شرط مسابقه مسپری گشت و خود شما شاهد آن شدید که اشتراکچیان با خوبی از عهده اجرای چین شهرها برآمدند. ولی از این سه شرط مسپری گشته ورزشگران دسته زلفیا در دو تاش غالب آمدند و صاحب خلهای زیاد گشتند. حالا بازی‌های جالبی برنامه در پیش است. در شبکه باوریسان باشید. اینک شرط نوبتی بینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این شرط در دست اشتراکچیان حلقه ها به میدان برآمده از بین مانع ها میگذارند تا آخرین میدان میآیند و از حلقچه ها پیرامید ساخته باز به مرا برمیگردند. ادامه دارد بازی. برتری نصیب دسته زلفیا است. در اینجا ورزشگران دسته دلشاد کوشش کرده ایستادند که دستشون رو به پیش کشند ولی ورزشگران دسته زلفیا برتری رو از دست دادنی نیستند. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید. اشتراکچی نوبتی دسته و در اینجا ورزشگری دسته زلفیا به خطاگیر راه داد. البته خطاگیر از مد نظر حکمانی برنامه دور نمیمونند. ادامه دارد بازی. البته برد و باخت دسته ها از جانب حکمانی مسابقه و این نوبت گرفته میشه. اینک دخترکان به میدان برآمدند و بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اشتراکچی نوبتی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید. ادامه بازی رو میبینیم. دخترکان نوبتی اینک دخترکان رو خود دسته به میدان میبرند و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالب میآید. در این شهر هر دو دسته برابر به مرا رسیده هستند با هر دو دسته.
اینک شرط نوبتی آغاز یافت و بینید که در این شهر نیز عملهای گیمناستی نشان داده می شود. در این شهر ایشان به نوبت به میدان میبرند. از داخل حلقه گیمناستی همینطور گذشته از بالا اسپک‌ها جهیده تا آخر میدان میاد و باز به مرا برمیگردند. با دقت تماشا کنید. ادامه بازی رو میبینیم. برتر نصیب دسته دلشاد است. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. شوشه نوبتی دلشاد برتر از دست دادنی نیستند. ادامه بازی رو میبینیم. برتری نصیب دسته دلشاد است. شوشه نوبتی رو میبینیم. اینک از دسته دلشاد دخترکان به میدان میبرند. با دقت تماشا کنه. ادامه بازی رو میبینیم. بینید که مخلصان دسته را چگونه پذیرایی می‌نمایند. البته پذیرایی نمودن مخلصان به دسته ها قوه و نیرو میبخشد. در اینجا ورزشکاران دسته زولفیا کوشش کرده ایستادند که دسته‌شان را به پیش کشند و ادامه دارد بازی. ادامه بازی رو میبینیم. خاطرات میکنم که هنگامی برابر به مرا رسیدن به دسته ها 4 خالی، هنگامی مغلوبیت به دسته ها 3 خال و هنگامی غالبیت به دسته ها 5 خالی داده می شود از جانب حکمانی برنامه. و در اینجا شوشه نوبتی رو میبینیم. ورزشکاران دسته دلشاد کوشش کرده ایستادن که دسته‌شان رو به پیش کشند. ادامه دارد بازی. ادامه بازی رو میبینیم. دقت تماشا کنید. شوشه نوبتی ادامه دارد بازی. اینک دخترکان آخرین دسته ها به میدان برآمدند و میبینیم که در این شهر کدام دسته خالی میآید. برتر نصیب دسته دلشاد است و در این شهر دسته دلشاد غالب آمد. آفرین به دسته دلشاد. این بازی شاهکار تلویزیونی آفرین است که از سالار کودکستان رقم 112 ناحیه سینو پایتخت در شبکه باورسا منظور شما می‌گردد. بچه عزیز خاطرات می‌کنم که با تشبث مدیر کودکستان برای بازیگر بهترین مکافاتی مخصوص تأسیس داده شده است. هر یک شما می‌توانید صاحب این مکافات باشید. چطور که در فیات میگن میدان از دلیر است. پس بیاید یک جا عمل می‌کنیم. این شرط نوبتی بینید که این شهر چگونه اجرا کرده می شود. در این شهر بنابرای اشتراکیون در ماشینچه‌ها نشسته حرکت کرده تا آخر میدان می‌آیند و باز به مرا برمیگردند. ادامه دارد بازی. دستا برابر حرکت کرده ایستادند و اینک دسته زولفیا به پیش برآمد. اصلا با ورزشگری دسته زولفیا در اینجا ورزشگری نوبتی دسته دلشاد نیست کوشش کرد که دسته خود را به پیش کشد و همینطور هم شد. برتر نصیب دسته دلشاد شد. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. شوشه نوبتی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید. شوشه نوبتی برتر نصیب دسته دلشاد است و ببینید که مخلصان دسته رو چگونه پذیرایی می‌نمایند. البته پذیرایی نمودن مخلصان به دسته ها قوه و نیرو می‌بخشد. ادامه دارد بازی. اینک دستا برابر شدن و دسته زولفیا به پیش برآمد. احسن به ورزشگری دسته زولفیا واقعا می‌توانید دسته خود را به پیش کشد. اینک در اینجا ورزشگران دسته دلشاد کوشش کرده ایستادند که اقلا برابر حریفان خود گردند. خاطراتتان میکنم که هنگامی برابر به مرا رسیدن به دسته ها 4 خالی، هنگامی مغلوبیت 3 خال و در صورت غالب آمدن دسته ها صاحب 5 خالی میگردند. و در اینجا هر یک ورزشگر کوشش کرده ایستاده است که هرچی خوبتر و بهتر هنر نمایی نموده صاحب خالهای بلند گردند. شوشه نوبتی را میبینیم. با دقت تماشا کنه. ادامه دارد بازی. برتری همون نصیب دسته زولفیا است. در اینجا ورزشکاران دسته دلشاد نیز کوشش کرده ایستادند که به پیش برآیند. ادامه دارد بازی. با دقت تماشا کنه. شوشه نوبتی را میبینیم. اینک پس از چند لحظه دخترکان آخرین دسته ها به میدان میبرند
و پس از چند لحظه دیگر غالب این شهر معین میگردد و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالب میآید. در این شهر دسته زلفیه غالب آمد. آفرین به دسته زلفیه. اینا شرط نوبتی بینید که این شهر چگونه اجرا کرده میشه. در این شهر چون بنابرای به میدان بار اومده از داخل حلقه گیمناستی یک توگی ستونچه گرفته از بین مانیاها میگذرن داخل میدان اومده باز به مرا بر میگردن. ایدو معذرت بازی با دقت تماشا کنید. برتری نسبی دسته زلفیه است. در اینجا ورزشکاران دسته دلشاد کوشش کرده استادن که دسته خود را به پیش کشند ولی ورزشکاران دسته زلفیه برتری از دست دادنی نیستند. ادامه بازی رو میبینیم. یک برتری نسبی دسته دلشاد شد. سرون نوبتی دستا به میدان بار اومدن. شوکشه نوبتی رو میبینیم. با دقت تماشا کنه. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. در اینجا ورزشکاری دسته زلفیه به خطاگی راه داد. او تا آخری مره نامد. البته این خطاگی از مد نظر حکمانی برنامه دور نمیمونند. ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنه. دستا برابر هستند و ورزشکاری نوبتی رو میبینیم. برتری نسبی دسته دلشاد شد. اینا یک دستا باز برابر شدن. شوکشه نوبتی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. بازی ادامه دارد و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالب میآید. در این شهر دسته زلفیه غالب آمد. آفرین به دسته زلفیه. دوستان عزیز شاید بسیاری شما مثل این هم سالانتان خواهشی در بازی شوق‌ور تلویزیون فر شرکت ورزیدن دارید. خیلی خوب. چون امکانات را تنها شبکه بارستان با شما فراهم می‌سازد. 221 97 21 تلفن ماست. مرحمت به ما زنگ زنید. این شرط نوبتی بینید که این شهر چگونه اجرا کرده میشه. در این شهر در دست پسران توپ‌ها با میدان بار اومده. از داخل حلقه گیمناستی گذاشته تا آخری میدان و توپ‌ها رو در داخل حلقه گذاشته باز به مرا برمیگردند. دختران نیز همین عمل‌ها رو اجرا نموده توپ‌ها رو گرفته به مرا برمیگردانند و همینطور بازی ادامه می‌یابد. با دقت تماشا کنید. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. شوکشه نوبتی رو می‌بینیم. برتری نصیبی دسته دلشاد است. در اینجا ورزشکاری دسته زلفیه به خطاگی راه داد و ما از خطاگی بود که دستشون در رقیب ماند. از خطاگی دسته زلفیه استفاده برده ورزشکاران دسته دلشاد خیلی با پیش بر اومدن. ادامه دارد بازی. با دقت تماشا کنه. شوکشه نوبتی دسته ها رو میبینیم. بازی ادامه دارد. شوکشه نوبتی ادامه دارد بازی. شوکشه نوبتی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. ادامه دارد بازی. شوکشه نوبتی رو میبینیم. برتری همان نصیب دسته دلشاد است. پس از چند لحظه دخترکان آخرین دسته با میدان میبرن و پس از چند لحظه دیگر غالب این شهر معین میگردد. در این شهر دسته دلشاد غالب آمد. آفرین به دسته دلشاد. دوستان عزیز در اینجا همه شرط مسابقه امضای آفرین به انجام رسید و فرا رسید لحظه اعلان نمودن خالهای به دست آورده دسته ها. موافقی با گزار حکمانی برنامه دسته دلشاد صاحب 32 خال و دسته زلفیه باشد صاحب 34 خال.
ما غلیبت دسته زلفیه رو مبارکباد میگیم و از حکمان برنامه خواهش می‌کنیم که تحفه‌های تحصیل نموده مدیریت کودکستان رو به هر دو دسته تقدیم نمایند. مرحمت. اما مکافات تحصیل نموده مدیریت کودکستان برای بازیگری بهترین مسابقه امروزه داور و حکمان مسابقه از دسته دلشاد امینه رو همچون بازیگر بهترین انتخاب نمودند و حالا باشد من این مکافات رو به او تقدیم میکنم. دوستان عزیز، در اینجا وقتی با برنامه آفرین شده شده به انجام رسید. اگر خواهید در بازی شاهکار تلویزیونی آفرین شرکت ورزید و هنر و مهارت ورزشی خود را به امثال خود نشان میدید، پس با ما در ارتباط باشید. چنین امکانات را تنها تلویزیون باورستان با شما فراهم می‌سازد. سرخه مشهر دوشنبه کوچه چپه 31 تلویزیون باورستان. تا برنامه نوبتی چوست و چالاک باشید. خیر.